فقط از خدا بخواه. لطف الهی نزدیک و خداوند شنوا و اجابت کننده است. کوتاهی از ماست و ما به شدت نیازمندیم که با اصرار و زاری از اون بخوایم و از خوندن و صدا زدنش خسته نشیم. نگیم دعا کردیم و اجابت نشد، بلکه سر به خاک بمالیم و فریاد بزنیم یا ذوالجلال والاکرام و نامهای زیبا و صفات والای اون رو تکرار کنیم و خداوند خواسته ما رو اجابت کنه یا از نزد خودش چیزی برای ما انتخاب کنه. ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. پروردگارتون رو با زاری و آهسته بخوانید. مرد مسلمونی با خانوادش مهاجرت کرد و خواست تو یکی از کشورهای پیشرفته پناهنده بشه و خواستار تابعیت اون کشور شد. اما همه درها به روش بسته بود. اون تمام تلاش خودش رو میکرد، اون چه در توان داشت انجام داد و قضیه رو با همه آشناهای خودش در میون گذاشت، اما هیچ چاره‌ای کارساز واقع نشد. امیدش قطع شد. سپس با یکی از علمای بسیار پرهیزگار ملاقات کرد و از وضعیت خودش شکایت کرد. اون عالم بهش گفت تو در پاس اخیر شب پروردگارت رو بخون و از اون بخواه که نیازت رو برآورده کنه، چون اون کارها رو آسون میکنه. این کار مفهومیه که از حدیث رسول الله علیه السلام برمیاد که فرمودند هرگاه خواستی از خدا بخواه و هرگاه کمک نیاز داشتی از الله کمک بگیر و بدون که اگر همه امت جمع بشن تا سودی به تو برسونند، به تو سودی نمیتونند برسونند جز اون چیزی که خدا برات مقرر کرده. اون مرد میگه قسم به خدا که از رفتن پیش مردم و تقاضای سفارش کردن دست کشیدم و در پاس اخیر شب بلند شدم و تا سحر دعا کردم. چند روزی بیشتر نگذشته بود که در حالی که توی خونه نشسته بودم برای تحویل گرفتن پاسپورت منو فراخوندن. با اینکه شرایط خیلی سخت و دشوار بود، اما الله لطیف بعباده، خداوند نسبت به بندگانش بسیار مهربانه. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون.